سرخط خبرها تلاش فروش نوزاد بر عوض $600 7 سال زندان برای قتل مهاجری تاجیک و آمادگی مردم منطقه های آزاد شده اوکراین به سردی های زمستان. سلام بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی است که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 27 اکتبر. کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر می دهد که بنیاد خانه‌های نو برای ساکنان ناحیه‌های نزد مرزی اسفره و باباجان غفورов در عرفه انجامیابی است. با اطلاع منبع عین زمان قسمت بیشتری کارها به آخر رسیده و ساختمانچیان مشغول آخرین کارهای بنیادی اند. قبلا کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر داده بود که حدود 70 سرباز و افسر این کمیته برای کمک به مردم منطقه‌های نزد مرزی جلب شدند. بنا به گزارش اخیر مقامات تاجیکستان در جریان مناقشه مرگبار در مرز با قرقیزستان در ماه سپتامبر امسال در عموم 92 خانه کاملا ویران شده، 322 خانه دیگر آسیب دیده است. چند پیش اتحادیه اروپا هم گفت برای ضرر دیدگان در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 270,000 یورو کمک بشردوستانه می‌دهد. این کمک ها بخصوص به آنهایی که خانه های خود را از دست دادند پیشنهاد کرده می شود. در پی نزاع در مرز 41 غیر نظامی جان باخته و 204 نفر مجروح شدند. رادیو آزادی با استفاده از منابع خود خویشاوندان شبکه‌های اجتماعی و مقامات محلی نام 84 غیر نظامی و نیروهای امنیتی را گرد آورد که در مناقشه کشته شدند. دادگاه ناحیه مسکو شهر سنت پتربورگ یونس جان یوسوپوف شهروند 18 ساله تاجیکستان را در قتل امام علی دولتов هموطن 26 ساله‌اش گناهکار دانسته او را به 7 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. جسد تقصیران تاجیک را با گلوی بریده و زخم‌های زیادی کرد. شب 23 و 24 январи سال جاری در داخل ماشین در کنار فرودگاه پولکووا در شهر سنت پتربورگ پیدا کرده بودند. آن زمان کمیته تفتیشات روسیه خبر داد که مهاجر کشته شده آخر ماه دکبر سال 2021 با مقصد کار به فدراسیون روسیه آمده اجازه کار هم داشت. محکوم شده را در شهر پنزه بعد از 5 روز این حادثه دهشتبار دستگیر نمودند. تلویزیون سنت پتربورگ با نشر این خبر حکم صادر شده را خیلی سبک نامیده است. هنگام بازپرسی با سوال اینکه چرا هموطنش را با بیرحمی محسوس کشته است، یوسف جان جواب داده است که این کاری بین ماست. هر دو شهروند تاجیکستان از جماعت سیمیگنج شهری وحدت بودند. با مقصد تامین روزگار همه سال از صدها هزار تاجیک به روسیه به مهاجرت می روند و نه همه آنها زنده و سلامت به وطن برمیگردند. در منطقه های آزاد شده اوکراین مردم به سردی های زمستان آمادگی می بینند. شهر کوپیانسک ولایت خارکوف هم از سوی نظامیان روس غصب شده بود. حالا ساکنان این شهر از زیر دست سربازان روس آزاد شده تقریبا گاز و آب و برق ندارند. گزارش صدای آمریکا را درباره وضع دشواری مردم این شهر همکاران ما پیشنهاد میکنند. از اینجا شهر کوپیانسک خارکوف تا جبهه جنگ 30 کیلومتر راه است. نیروهای مسلح اوکراین روز 24 سپتامبر کوپیانسک را از دست نیروهای روسیه بازپس گرفتند. اما تیرباران شهر ادامه دارد. یلنا برچان تلاش دارد حداقل یک قسم مالی مغازه‌اش را حفظ کند. 3 روز پیش اینجا را با موشک زدند. حالا همه چیز زیر شیشه پاره ها است. ضربه موشک دیگر تمام تیره‌های خانه دادستان سابق یوری چوپیلکا را شکست. چوپیلکا میگوید وی خسارات زیاد ندیده است. خانه بسیاری از همسایه‌هایش کاملا خراب شده است. خوشحالم که خانه من هنوز در جایش است. فقط تیره‌هایش شکستند. در این منطقه آزاد شده از دست نظامیان روس ساکنان گاز ندارند. اکثرا در بیرون خوراک میپزند. مردم از برق و خط تلفن هم محرومند. با گفته چوپیلکا تا حمله روسیه به اوکراین کوپیانسک شهری آباد بود. Політика іншої держави همسایه شمالی ما حکومت پلیسی است، دولت بی حقوق و ناآزاد. وقتی نیروهای اوکراین به منطقه آمدن، نظامیان روس فوراً عقب نشینی کردند. آنها خود را برادران ما معرفی میکردند، اما معلوم شد که به ما نزدیک نیستند. تمام مدتی که کوپیانسک زیر دست نظامیان روس بود، آنا ترافیمینکا در اینجا زندگی میکرد. نظامیان روس ماشین پسر او را گرفتند.
وقتی ان نخواست با آنها بحث کند با سلاح تهدید کردند. Военный с автоматом, наставив на мене автомат. сарбози русия силоҳро ба тарафи ман кард. гуфтам ҳамсоли модарат ҳастам ва мусаллаҳ нестам. чаро ба сӯи ман силоҳ мекашӣ? гуфт зеро ту эътироз кардӣ. Вы митинг устроили. در شهری که غصب شده بود نخستین نشانه‌های بازگشت به زندگی معمولی دیده می شود. بعد از چند روزی بیرون شدن نظامیان روس بازار دوباره به کار سر کرد. ایرینا و دیگر ساکنان تابستان از حساب زراعتکاری زندگی می کردند. мо картошка ва пиёз парвариш кардем. تا جنگ در کوپیانسک 30,000 نفر زندگی می کرد. شهر یک گذرگاه مهمی نقلیاتی بود. در اینجا کارخانه‌های شیر و گوشت و زوادی عظیم تولید قند کار می‌کرد. حالا ساکنان چوب و باقی مانده‌های خانه‌های ویرانه خود را جمع می‌آورند و برای زمستان آماده می‌شوند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت زن و شوهر خبر داده است که در فرزند فروشی متهم می‌شوند. با گزارش این نهاد ساکنان 27 ساله‌ای از شهر اسپیتامین ولایت سوخت می‌خواستند که پسر 3 روزه‌شان را فروشند. این فرزند دومی در عائله بوده. به اطلاع منبع آنها آماده بودند در عوض 6,000 سومانی یا معادل $600 را به دیگران بدهند. مقامات این عائله را هنگام فروش کودک به خریدار که ساکن ناحیه جبار رسول بوده است دستگیر کردند. هنگام بازپرسی مادر کودک سبب فروش طفل را به آن ربط داده است که قصد جدا شدن از شوهرش را داشته است و بنابر شرایط نداشتن خواسته است طفل را بفروشد. نسبت بازداشت شده ها پرونده جنایی آغاز شده است. با گفته وزارت کارهای داخلی این دومین حالت در ولایت سوخت است که از فرزند فروشی پیشگیری کردند. چند پیش مقامات از دستگیر شدن یک جوانزن 27 ساله از شهر استرفشان خبر داده بود که میخواست پسر 2 سالش را با مبلغ 40,000 سومانی بفروشد. شهردار دوشنبه ورود مسافربران از شهر باختر به دوشنبه را منع کرد. از این به بعد مسافربران یا تاکسی های سمت باختر مسافران را نه از ایستگاه بازار سخاوت میگیرند و میفرارند، بلکه فعالیت مسافربری خود را از ترمینال دروازه جنوبی براه میمانند. قبلا شهرداری ماشین های مسافرکش و بارکش سمت ولایت سوخت به دوشنبه را منع کرده بود. سامانه دوشنبه نقلیات خدمات رسان نوشته است که بنا به دستور معاون رئیس شهر دوشنبه با مقصد انتقال سریع وقتی مسافران سمت باختر از ایستگاه بازار سخاوت تا ترمینال مسافربری دروازه جنوبی واسطه های نقلیات مسافربری علاهیده تشکیل نموده مسافران را از این نقطه رایگان به ترمینال مذکور انتقال بدهند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 27 اکتبر خبر می‌دهد. 27 اکتبر سال 1932 بر اساس قرار بیوروی کمیته ولایتی حزب کمونیست در ولایت مختار کوهستان بدخشان 4 ناحیه اشکاشی، مرغاب، روشن و شوغنان تأسیس شده بخشی از هیئت این ولایت حسابیده شدند. به ولایت مختار کوهستان بدخشان که با افغانستان هم مرز است امروز به علاوه این 4 ناحیه اینچنین شهر خوروغ و ناحیه های ونج و درواز و رشتقلعه نیز داخلند. 27 اکتبر سال 2012 مراسم افتتاحی نقب شهرستان برگزار شد که گذرگاه مهمی کوتاه‌تر در پیوند کردن جنوب و شمال تاجیکستان گردید. این نقب بیش از 5 کیلومتر درازی دارد و با 430 میلیون سومانی ارز چین بنیاد شده است. برقرار کردن راه‌های ارتباطی در داخل تاجیکستان و بیرون شدن کشور از بنبست کمیونیکاسیونی یکی از هدف‌های استراتژی حکومت تاجیکستان در سال‌های استقلالیت میباشد. 27 اکتبر سال 2015 جشن 3000 سالگی حصار تجلیل شد که یکی از منطقه‌های مهم تاجیکستان در مرز با ازبکستان به شمار می‌رود. یکی از یادگاری‌های قدیمی تاریخی و فرهنگی آن قلعه حصار یا حصار شادمان است. این مکان که در دوره امارت بخارا یکی از بکیگری‌های بخارای شرقی به شمار می‌رفت، دوام 6 ماه مکان زیست آخرین امیر سلولای منقطیه امیر علیم خان پیش از به افغانستان گذشتن او بود. آسایشگاه شاهنبری و ممنوعگاه تاریخی و مدنی حصار نیز از مکان‌های طبابتی و فراغتی این ناحیه حصار به شمار می‌روند. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است.
бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи навиди бомдодӣ ба поён расид. Фардо шуморо ҳамин вақту соат мунтазирем. худо нигаҳбонатон.